کی به ویدیو دیگه خوش اومدید. برای تست من دارم میخواد یه دونه ویدیو از لیگ اف لجند بذارم، چون لیگ اف لجند اگه نمیدونید یه بازی هستش که همیشه تقریبا دور و بر 11 سال میشه جزو 11 تا بازی برتر آنلاین دنیاست و همیشه توی این لیست مونده و خودشو نگه داشته. یکی از بازیایی که مثلا هر 5 تا ایرانی میپرسی حداقل 3 تاشون یا میدونن چه یا بازی کردن خودشون. و اگه برید همین یوتیوب رو سرچ کنید، هیچ کانتنت کریئتوری برخلاف یه گیمی مثل دوتا دو هیچ کانتنت کریئتوری نداره لیگ اف لجند برای ایران. ولی مثلا دوتا دو رو برید نگاه کنید، نریمان کیوپید هست، اولاغ پرنده هست، دوتا دو ویپ هست که همشون ویدیوهای خیلی قشنگی درست میکنن. ولی برای لیگ اف لجند هیچ کس نیست، صفر. یه نفرم نیست که ویدیو لیگ اف لجند بذاره، با اینکه لیگ اف لجند یه بازی خیلی معروف‌تر از دوتا دویی هستش. برای کسایی هم که میخوان کپیون بزنن و بگن نه نارو تو دوتا دو خیلی معروف‌تره، دوتا ول اوکی، ببین با یه گوگل سرچ خیلی ساده خودتون میتونید بخونید که چی لیگ اف لجند تقریبا 2 برابر دوتا دو پلیر بیس داره داخل هر ماه و داخل کشورهای خیلی خارجی هم مثل آمریکا و اروپا خیلی معروف تر، در حالی که مثلا دوتا دو بیشتر تو کشورهای آسیایی مثل اندونزی و مثلا کشورهای اروپایی تور مثلا روسیه و اون کشورها مثلا خیلی معروف تره. برای همین برای تست یه دونه لیگ اف لجند با برابر چه رفیقه، اگه خودتون لیگ اف لجند بازی کرده باشید گیم پلی نگاه کنید متوجه میشید که سطح گیم پلی بالاست. ولی این اکانتی که میبینید این اکانت من تو این سرور جدید عربا میدل ایست اشتباه نکنم برای اونه، ولی اکانت اصلی من ایوسته. برای همین اگه میبینید اکانت لول 23 اون اکانت جدید بنده هستش، اکانت اصلی 11 سال عمرشه. سعی کردم گیم پلی خیلی خلاصه نگه دارم، بیشتر جاهای مثلا به درد بخور و فانش یا مثلا جاهایی که بزنه خیلی قشنگ شده نشون بدم. ولی اکثر بازی دقیق بازی از اونجایی که رفقای بنده 5 تا پیگ بیشتر نیستن و نوب به تمام معنا، کل تیم ما خوک به تمام معناییم هممون. ولی صرفا برای تست میخوام گیم پلی لیگ اف لجند بذارم ببینم چه جوری ویو میخوره. اگه خوب ویو بخوره شاید باز گذاشتیم، ویو نخوره آخرین ویدیو لیگ اف لجند که قراره تو هر کدوم از چنل من ببینید. و برای کسایی که نمیدونن فان فکت، من وقتی شروع کردم یوتیوب ویدیو درست کردن، اگه همین الان مثلا برید تو ویدیوهای قدیمی من بعد از امونگاس که یه دونه ادیت خیلی ساده بود داشتم ادیت میگفتم، بقیه ویدیوها همش لیگ اف لجنده. من اکچولی قرار بود لیگ اف لجند یوتیوبرشم که اومدم سمت ماینکرافت. آره دیگه قسمت شد ماینکرافت چسبیدیم و الان شدیم ترول گاد مثلا. دیگه هم وقت نمیگیرم، به گیم پلی نگاه کنید، لذتشو ببرید. اگه خوشتون اومد تو کامنت بنویسید بمبا. چرا واریکه مکتب هفت امامی اسمشه یوزر نیمش؟ هفت امام رفتم لاین تیمو. خدا خودت کمکم کن. آه تیمو حال من لاین تیمو هم میخوره. اوه بومبا اینکامینگ، بومبا اینکامینگ. وایستا لول 2 سری لول 2 شو لول 3 وقتی ایزو. Wait, what the fuck is this? مگه بیده گس براک بیچ این سینا چی بیده؟ The fuck am I shit فقیری تو لاین من. آره ولی لایت افکت میزنه. اوه نه با دست میزنم مربعه این با پی ایکس میشه زدیمو؟ نه میان زیاد. آی Am I dying? I'm not dying. محمد میگلن دایور. بابا این چیه؟ محمد میگلن دایور. Hey, what the fuck man? نمیزنه توش. دقیقاً. ما 6 بودم میکشتم. آخ باسنم رو زیره. بار گذاشتم. ازتون میتونم اولتش کنم زیر تا رو بچه ها؟ به زودی دانلیورم. نیومدیم برم. محمد میگلن. ای تیمور اینجاست، اصلا تیمور ندیدم. اصلا تیمور ندیدم، اقل فاکین لیتل شیت. چرا فلش کردی؟ اوی وات میگیرم میزنیمش دیگه. دارن زیاد تاره. نه ندارم بالا پنجم چیه اینجا اونزاری؟ Man, come here boy. Left. Easy. این میره تو دبلیشون نیم سال گیر بزن. یاش خیلی ستیسفای بود. این گرانز بلید. Help me. Help me. دارم میان. محمد 2 ثانیه کولدان.
باریکلا کاراکتری که دیدم یارو که ساعت چیز کرد انداختم یه تاقل بالتر اوه چه میزدی پشموم اوکی یارو با کیوت چیز کرد نوتپکشو گرفت ماین او زگر پرگنیتش کن بیا ایپرگنیشه؟ بیا فرار کن چه فلشی بود آخه اوی من این پرگنیت شدم چرا؟ نه من نمیرم بابا اوز دارم دزانشو زیر تاقل بیا بیتش چنانم گرفتم واسه سریعتر واسه کمبو مولای بزنم بهش ای ریدم آجیم اب نه میکشیمش اونم خیلی ازش بیشتر کیونه خودش اوکی بوم ای باری کلا دنبال من ولم نمیکنه برادر اهمیت نداره اصلا تجارت شد وای واسه زگر بتونی فلاش کنی اومدی بار یه واردم بذار وارد بذار با آه زنده بود نمیری وای زگر من مردم تو را چیکار کنم دیوونه فیلیس کرد نمیرید میدازیم تو سنارو بزن سوشون گوک را کن میرید میدازیم نه آه تمام ها بونک سه میگی گلش کن جی جیز مرسی نت ایران بابت این گیم خیلی لذت بخش یه لحظه بهش دقت کردم چقدر گردن هوای خوردنی هم ها ریدم ولی آتر Give me your money بوم اینم بخور جا خالی مولایی این بازی کن نوش جونت این ویوی کار میده بوم بومبا برم میام پایین بمبا کنم همینه که هست. ببین زرگر هم خوش میکنه میگه چیکار بشه وای من یا هیچ گم نبودم واقعا کارش کنیم. یا یه دوتا کیل بهش دادم اون بعید بود. I'm God I'm fucking God دوش بیت کن نه خیلی بد داری بیت میکنیم ای بابا این چیزش تانکش کرد برم کن وید فریزه ما در خود کار آک باش به تو میناش به بچه بدی بودی برای همین یکم هم تکست میکنم یه دونه هست. مهم نیست گرفته هم مهمه Please look for migration to do. I'm coming fuck him up Once you place my big sometimes I will taste it. درک به درد نمیخواد درک نگیر من تیپی ندارم ای زگ ازش فاصله میگه کاش وایسا بیا وایسا زگر بیا آخر وایسا Here we go I'm baiting پیداشون بزن Flames. انقدر گردی ایز بیا Dude, I'm cooking! Come here, little bitch! ولفا اینجا فکرم یاروه فلاشش کرد فلاشش کرد خب چیکار کنم هیچ یوزلس میدلی Go,
فورچن وان شات. کدوم احمق اجاف نکسکین داره؟ وای پلنتش تانکش کرد. مثلا فکر کردم که اینه دبلی کریستانال دوستان بنده دارم از همه رو کریتون میکنم یعنی من پیل ندارم. من پیل ندارم. من پیل ندارم. من پیل ندارم. الان اون کیل به درد کنه فلش کرد خب یارو. به تازه دادم یارو رو. تارگت پیل کنه. تارگت هاشیشینه. سعی کن تکون بکنه. ها. این داره دنس. دنس دارم دابل دارم میگه داره دنس میزنه. زگر جوی بچه بزنش. یه نفر رو من کشتم. دنوزی چی حرف میزنی؟ یه سمت ما اگه میتونیم. اگه میتونه چش الان میام سامن شیلد منو شیلد داشت فاکین دود یارو اجاف نایتش سیوش شد. آی بالاخره سمیرا 14. بخورم زگه بخشید بیا کمکت میکنم اینو بزن بیا. کمکت نمیکنم. کمکش کردم. گرفتش. بخورم کمک کرد. زگه نرو فقط منتظرم 10 سال دیگه یه اتفاقی پیش بیاد کمک منو بکنه. پیل کنید میزن. کار بده بابا. گیم تموم شد کار بده. بچه موردید همتون. بیا دیگه تو چه نمیای. من سینرای استاپ هم کرد. من نداشتم بزنمش. I got 5 pigs on my team.